نجاح النظام في هذه العملية. این پل روی رودخونه بهمنشیر قرار گرفته. هذا الجسر منسوب على نهر بهمنشیر و در شرق ستاد مرکزی فرمانده سپاه و محور عملیاتی دو واقع شده. ويقع شرق مقر الرئيسي ومقر المركزي لقيادة الحرس هنا، وكذلك شرق محور العمليات شمال دو. الرقم الثاني رقم 2 منصوب على نهر بهمنشیر. شرق مقر المركزي لقيادة الحرس. الحرس في منطقة في محور عمليات رقم 2 في محور عمليات لله والفجر في منطقة العمليات الفجر 8 والفجر 8. این محل در فاصله 3.5 کیلومتری و در غرب جاده منتهی به حاجی صالح وفاز واقع شده. يقع هذا المكان هذا الجسر على قرب 3.5 كيلومتر. 3.5 كيلومتر على بعد على بعد 3.5 كيلومتر قرب طريق حاجي صالح قفاز. جويد القفاص شمال منطقة جويد بس شمالها. نعم جويد در شمال. کشتی قیامت هم که اومده بود الان مهماتش رو با هواپیماهای 330 به فرودگاه اهواز میارن. هذا الباخرة سموه إيران قيامة. نعم. اللي كان راسي على بندر عباس بناء بندر عباس. 25 خرداد ماه 1365 دیدار صلح در بغداد بین رهبر انقلاب نوین ایران برادر مجاهد مسعود رجوی با آقای صدام حسین رئیس جمهور عراق صورت گرفت. در این دیدار رئیس جمهور عراق ورود برادر مجاهد مسعود رجوی به عراق و اقامت رهبر انقلاب نوین ایران در این کشور را به عنوان میهمان بزرگوار و مجاهد صلح و حسن همجواری بین دو کشور همسایه خوش آمد گفت. رئیس جمهور عراق تاکید اصلا ما کاری نداشتیم، ما فقط خواستیم بچه هامون رو برگردونیم که خواسته بچه هامونم بود. چهره خیلی خسته، عرض کنم خدمتتون بسیار افسرده، مشخص بود که درونش نمیخواد باشد اینجا، ولی به یه صورتهای محافظ براشون قرار داده بودن، نمیتونست حرفشو بزنه، حتی میتونم بگم شستشوی مغزیشون داده بودن. برادر من اون برادر 18 سال پیش نبود. من از قلب برادرم اطلاع داشتم، از رؤوفتش، از مهربونیش. زمانی که گفتم پدرم منتظرته، تخت بیمارستان خوابیده و پدرم آخرین حرفش این بود که رو تخت بیمارستان گفت که من دارم میمیرم ولی فرهادم رو ندیدم. ولی متاسفانه اینم که بهش گفتم هیچ گونه اثری روش نذاشت. ما تصمیم گرفتیم برای دیدار فرزندان ما یا از سازمان‌های بین‌المللی کمک بخوایم فرزندان ما را آزاد کنیم. ما این تصمیم گرفتیم، به کربلا اومدیم، به شهر بغداد اومدیم. بعد از 48 ساعت قبل ما یه تظاهراتی داشتیم
در UN اونجا به ما تعهد دادن، قول دادن، کار مساعدت با ما کردن که ما منافقین را ببینیم. رفتیم در مقرشون، با توجه به اینکه بعدی از آقای سرکرده های منافقین ما صحبت هایی داشتیم، اینا گفتن که ما 3 روز اطلاع داریم که شما اومدین میخوام بیایم پیش ما، ولی با بدترین رفتار انسانی که فحش، فحاشی، مشتلقت دست به آمریکایی بردن، با 4 تانک ماشین ما را محاصره کردن، همه ما را دستبند زدن. واقعا خانواده بودن که 20 سال 18 سال 15 سال خبر ندارن از بچه‌هاشون. ببین اینا با خانواده نیستن سیاسی باشن، اصلا هیچ علاقه‌ای هم به سیاست ندارن، فقط اومدن اطلاع پیدا کنن. چرا 18 سال بچه‌هاشون حتی نتونستن یه نامه، یه تلفن بزنن، ولی رفتیم اونجا برخوردی که اونا با ما کردن. من کردم، این دلداری دادم که این نگرانی نباشه از من. بعد وقتی که از اینجا بلند شدیم آب خوردن فلان، گفتم من نمیخورم آب خوردن، تو اول بیا بریم اون طرف قدم بزنیم. من گرم علیکی گفتم 4 تا صندلی اونجا بود بیرون، رفتیم با خانوم وارداشتم، دیدم 2 تا دیگر هم اومدن اون ور نشستن، 2 تا این ور. اسمشون چیه پسر من محمد جواد نوروزی، بنده محمد نقی نوروزی ام. چند وقت باش به مادرم بگو برمیگردم، اونم با ماشین برمیگردم. گفتم چطوری گفت اگه اینجا بگم بریدم 3 سال زندانم میکنن، بدبخت‌تر میشم. گفتم پس یه طریقی فرار کن. گفت اگه تونستم مطمئن باش فرار میکنم، منتظرم باش که فرار میکنم. 17 سال چشم برا هستم، بچه من باید بیاد. با کارت صلیب دارم، رفتم UN نشون دادم به اون آقای، گفتم این کارت صلیب منه، بچه من از اردوگاه دزدیدی، بچه باید وقتی که اسارت تموم میشه مرخص میخوام بکنه باید تصمیم بگه، نه وسط 1 سال تو اردوگاه هست اینو بدوزین ببرین. اینجوری نیست، صلیب باید ما حمایت بکنه. صلیب از وسط اردوگاه بچه رو برداره ببره، وقتی که تبادل نشده نباید بچه رو ببره. کارت من گرفت، گفت کارت میدی به من، UN گفت کارت میدی به من، گفت بود اسیر. بچه اسیر جنگی تو زندان منافق چیکار میکنه؟ شما رو با خودم یه فکری به حال ما بکنه. بچه ما میگه آخه زندگی نداشتن، چرا دربند اینا هست، سران اینا دارن در کشورهای خارج کار میکنن، زنهای متعدد دارن، اینا رو اینجا به بیکاری میکشن بدون که خود خواسته خودشون باشه. و والله وقتی آرام به من گفت انشاءالله به زودی من میام، فهمیدم که حرف دلش اینه که به زودی از اینا جدا بشه و به زور محکم اینو نگه داشت. از اولادش گردونی، من 17 سال بچه‌مو ندیدم، حالا یه سال میبینم. 17 سال مگه به زبون آسونه؟ یک 17 سال شما میشنوید تو خدا رو خوش میاد. این چشم ما به در داغ نمونه، یک گوش ما میریزه در داغ